قبل از اینکه اصلا بریم سراغ نرم افزار اکسل، اجازه بدید من یک رزومه از شرکت سازنده این نرم افزار خدمتتون عرض بکنم. نرم افزار اکسل توسط شرکت مایکروسافت ساخته و به بازار ارائه شد. مایکروسافت اومد کاربردی ترین نرم افزارهایی که تو یک اداره قرار میگیرن و مورد استفاده هستند رو تحت یک پکیج به نام آفیس ارائه کرد. مایکروسافت آفیس یعنی چی؟ کاربردی ترین نرم افزارهایی که در یک اداره مورد استفاده قرار میگیرن شدن توی این پکیج. من به چند تا از پرکاربردترینش اشاره میکنم و کاربردشون هم خدمتتون عرض میکنم. اولیش مایکروسافت ورده. قطعا تو هر اداره ای ما نامه‌نگاری داریم، کاغذ بازی داریم. خیلی خلاصه بهتون بگم، وظیفه نرم افزار ورد ویرایش محتوای متنیه. نرم افزار بعدی مایکروسافت پاورپوینته. قطعا تو هر اداره‌ای ممکنه پیش بیاد مدیر بخواد یک پروژه رو به بقیه تفهیم کنه، منتقل بکنه، در موردش توضیح بده. قطعا نیاز داره عکس بذاره تو اون بخشی که میخواد توضیح بده، در کنار بخش خور متن داشته باشه. پاورپوینت برای این کار ساخته شد. مطالب رو بهتر ارائه کنید، ارائه مطلب. میتونید ویدیو بذارید. برای اینکه خیلی گیراییش بیشتر بشه میتونید انیمیشن به کار ببرید. کلاً برای ارائه مطالب توی ادارات ایجاد شد. نرم افزار بعدی مایکروسافت اکسسه. گاهی اوقات که نه، هر واحد تجاری نیاز داره تا اتفاقاتش رو بایگانی کنه، اطلاعاتش رو بایگانی بکنه. اکسس برای بایگانی اطلاعات ایجاد شد. در پایان نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد شد. مجدد یک بار میگم، مایکروسافت اومد کاربردی ترین نرم افزارهایی که تو هر اداره استفاده میشه توی یک پکیج به نام آفیس ارائه کرد. بهش میگن مایکروسافت آفیس. یکی از پرکاربردترین نرم افزارهاش مایکروسافت ورده. برای ویرایش محتوای متنی مورد استفاده قرار میگیره. پاورپوینت برای ارائه مطالب مورد استفاده قرار میگیره. نرم افزار اکسس برای بایگانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیره. نرم افزار اکسل هم برای تجزیه و تحلیل داده ها. دقت بکنید، پس هر نرم افزار آفیس، هر نرم افزار این پکیج برای یک هدف ساخته شده. اگر یکی اومد توی نرم افزار اکسل نامه نوشت، داره کار اشتباهی میکنه، چون نرم افزار ورد برای ویرایش محتوای متنیه، نامه نگاری ها. اگه اومد یکی داخل نرم افزار اکسل یک برنامه نوشت برای ذخیره کردن داده ها، بازم داره کار اشتباهی میکنه، چون نرم افزار اکسس برای بایگانی اطلاعات ساخته شد. قطعا اگر یکی بیاد داخل نرم افزار اکسل برنامه بنویسه، بعد یه مدتی فایل اکسلش کند میشه. منظورم از برنامه‌ای که بایگانی میکنه اطلاعات رو. نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل تو یک مقطع کوتاهه. مثلا ما داخل اکسس میتونیم اطلاعاتمون رو بایگانی کنیم، بله، تا 1 سال، 10 سال میتونیم ازش خروجی بگیریم، ببریم داخل اکسل تجزیه و تحلیل کنیم. اصلا شاید تجزیه و تحلیل براتون سخت باشه. اصلا تجزیه و تحلیل یعنی چی؟ تجزیه و تحلیل یعنی بیفتی به دل داده هات، اون چیزی که میتونه توی تصمیم گیری بهت کمک بکنه رو بکشی بیرون.
مثلا میخوای ببینی تو کدوم فصل بیشترین فروش رو داشتی که بیای قفسه های فروشگاه رو پر بکنی. اینا میشه تجزیه و تحلیل. هر چیزی که بتونه به تصمیم گیری بهتر شما کمک بکنه میشه تجزیه و تحلیل، که قطعا از یک سری داده استخراج میشه این موارد تاثیرگذار توی تصمیم گیری. پس اکسل شد تجزیه و تحلیل داده. بریم سراغ بخش های مختلف نرم افزار اکسل. کلا یک رسمه. هر نرم افزاری که میخواد تدریس بشه بخش های مختلفش رو معرفی میکنم، ولی من از این کار خوشم نمیاد، چون کاربر، کسی که میخواد با اکسل کار بکنه، یه جورایی اصلا نمیدونه چطور درکشون نمیکنه بخش های مختلف و کاربردش چیه، چون هنوز با اکسل دوست نشده چطور بیاد قسمت های مختلفش رو بشناسه و به یاد بسپاره. من چند تا از روونترینش رو بهتون میگم، سعی میکنم بهش اشاره هم داشته باشم که بهتر تو ذهنتون بمونه. به این قسمت بالاش میگن نوار دسترسی سریع، کویک اکسس تولبار. من این رو یه جا بنویسم براتون، کویک اکسس تولبار، نوار دسترسی سریع. به زبون خیلی ساده بگم، بعضی وقتا یک ابزاری داخل اکسل خیلی به درد شما میخوره، میان روی اون ابزار راست کلیک میکنن، گزینه اول رو میزنن add to quick access toolbar، یعنی به این نوار اضافهش کن. حالا این ابزاره از شانس خوب من جلومه، گاهی اوقات ممکنه ابزار داخل یک سربرگ دیگه ای باشه، برای اینکه هی بخوام مدام سربرگ ها رو جابجا کنم طول میکشه، به همین خاطر اومدن نوار دسترسی سریع رو قرار دادن. گفتم به سرعت به اون ابزاری که میخوای دسترسی داشته باشی. برای حذف کردنش هم کافیه روش راست کلیک کنید و ریموو بزنید، تموم شد، اون ابزار حذف میشه. به این میگن تایتل بار. این قسمت وسط اسمش تایتل باره یا نوار عنوان. عنوان اکسل شما اینجاست. کلا به هر فایل اکسل میگن ورک بوک. من اینو بنویسم، به هر فایل اکسل میگن ورک بوک. من اینو یه جلوشم براتون تفکیک بکنم. ببینید ورک به اضافه بوک، بوک یعنی کتاب، ولی وقتی یک ورک آوردن قبلش، کتابیه که برای مطالعه نیست، برای یک سری کاره. چه کاری؟ تجزیه و تحلیل داده ها. پس کتابیه که برای مطالعه نیست، بهش میگن، به هر فایل اکسل میگن یک ورک بوک. اسم این ورک بوک رو اینجا میتونید ببینید. البته به صورت پیشفرض خود اکسل همه ورک بوک هاشو، من یه دونه کنترل N بزنم، یک ورک بوک خام ایجاد کردم. میبینید این یک ورک بوک خامه، با اسم بوک نامگذاری میکنی. هر موقع این بالا پسوند فایلتون رو دیدید، بدونید این فایل قبلا ذخیره شده. به صورت پیشفرض اسمشون بوکه، پسوند ندارن چون ذخیره نشده. وقتی از تایتل بار دیدید پسوند رو دیدید، بدونید این فایل ذخیره شده، اسمش هم تغییر دادن. پس تایتل بار به شما عنوان کتابتون رو نشون میده. به این قسمت میگن ریبون. ریبون، من اینو براتون بنویسم. ریبون همون نوار ابزاره. ریبون همون نوار ابزاره. البته این یک اصطلاحیه که مایکروسافت داره برای نرم افزارهاش به کار میبره. به این نواره گفتیم میگن ریبون. حالا گفتم یک اصطلاحه. مایکروسافت به این نوار میگه ریبون، دلیل داره. میگه از سربرگ های مختلفی تشکیل شده. میبینید
که داخل هر سربرگ مجموعه گروه ابزارهای همسو قرار گرفتن. این تعریفیه که مایکروسافت داره برای این اصطلاحش میده. میگه نوار ابزاری که از سربرگ‌های مختلف تشکیل شده که داخل هر سربرگ مجموعه گروه ابزارهای همسو قرار گرفتن. میرید منظورش از همسو یعنی چی؟ میخواد یک کلمه به کار ببره کلیت اون سربرگ رو تعریف بکنه. اینسرت یعنی چی؟ یعنی اضافه کردن. اضافه کردن یک تصویر، اضافه کردن یک جدول، اضافه کردن یک نمودار، اضافه کردن یک لینک. میبینید همش مرتبط با اضافه کردن. پس وقتی میگه داخل هر سربرگ مجموعه گروه ابزارهای همسو قرار دارن، یعنی گروه ابزارهایی که تو هر سربرگ هست با هم همکارن. اوکی؟ پس هیچ ابزاری یلخی تو هر سربرگ قرار نگرفته. این تعریف ریبونه، یک اصطلاحی که داره به کار میبره، ولی دیدید تعریفش چقدر پر بود؟ کلیتشو داشت تعریف میکرد. من این موارد رو پاک بکنم. قسمت بعدی که میخوایم با هم بررسی بکنیم بخش مهم نرم افزار اکسل. به این بخش میگن صفحه گسترده اکسل، صفحه گسترده اکسل یا اسپریت شیت. بذارید بنویسمش. اگه یه جایی تو یک مقاله دیدید اسپریت شیت داشت اشاره میکرد، این یک اصطلاح طبقه بندی نرم افزاره. اسپریت شیت یعنی صفحه گسترده. کلن این رو نمیدونم اطلاع دارید یا نه، نرم افزارها رو دسته بندی میکنن. حالا نمیدونم اطلاع دارید یا نه. مثلا یک سری نرم افزارها رو تحت عنوان مهندسی دسته بندی میکنن، یکی ها رو مالی. ببینید نرم افزارها یک دسته بندی هم دارن. یک دسته بندی وجود داره تحت عنوان صفحه گسترده. به نرم افزارهایی میگن صفحه گسترده که از تعداد بیشماری سلول تشکیل شدن. به این خونه های مستطیلی میگن سلول. به نرم افزارهایی میگن صفحه گسترده که از تعداد بیشماری سلول تشکیل شدن که با وجود ابزارهای مختلف امکان هر گونه محاسباتی رو به کاربرهاشون میدن. مجدد، اسپریت شیت یعنی صفحه گسترده، یک اصطلاح طبقه بندی نرم افزار هاست. اصلا به نرم افزار اکسل میگن صفحه گسترده. چرا؟ چون صفحه گسترده خب یک تعریفی داره که نرم افزارها میاد زیر مجموعش. تعریفش به نرم افزارهایی میگن صفحه گسترده که از تعداد بیشماری سلول تشکیل شده و ابزارهای مختلفی در اختیار کاربرش قرار میده که امکان هر گونه محاسباتی رو به اونها میده. میخواید توی یک کلمه بهتون بگم یعنی چی؟ صفحه گسترده به نرم افزارهایی میگن که کاربرشون رو محدود نمیکنن. تموم شد. کلا نرم افزارهایی که کاربرشون رو محدود نکنن میگن صفحه گسترده. شما یک نرم افزار حسابداری رو تو ذهنتون داشته باشید برای اینکه درکش بکنید. بیایید توی نرم افزار حسابداری طبق اون چیزی که خواسته اطلاعات وارد نکنید. مثلا گفته اینجا تاریخ رو بزنید، شما تاریخ رو نزن. اینجا مثلا گفته بدهکار رو درج بکن، شما بدهکار رو نزن. ازتون خطا میگیره، اصلا اجازه نمیده اون سند حسابداری ثبت بشه. پس شما رو داره محدود میکنه اون نرم افزار. ولی نرم افزار اکسل اینطور نیست. شما توی اکسل هر چقدر خلاق‌تر باشید میتونید برنامه‌های بزرگتری بسازید بدون هیچ گونه محدودیتی.
در حالی که نرم افزار حسابداری از قبل نوشته شده، شما فقط باید طبق چارچوبش عمل بکنید. پس صفحه گسترده یعنی کاربراش رو محدود نمیکنه. هر نرم افزاری که بهش گفتن صفحه گسترده است یعنی کاربرش رو محدود نمیکنه. این شد تعریفش. گفتم به هر خونه از این صفحه گسترده میگن سلول. به این خونه های مستطیل شکل میگن سلول. هر سلولی که شما انتخابش بکنید از تقاطع یک ستون، به اینا میگن عمودی ها میگن ستون، با یک سطر ایجاد میشه. از تقاطع این ستون با این سطر یک سلولی شکل گرفت. اسم این سلول هست D4. برای اینکه بهتر توی ذهنتون بمونه، اسم سلول همیشه با ستون شروع میشه. ستون حکم پدر سلول رو داره، سطر هم حکم مادر. پس اسمش میشه اسم پدر و اسم مادر میاد. D4 یعنی سلولی که در ستون دی قرار گرفته و سطر چهارم تقاطعشون میشه سلول. به این بخش که داره نام سلول ما رو نشون میده میگن نیم باکس. نیم نشونده، بله، نیم باکس. هر سلولی که نگاه بکنید انتخابش بکنید اسمش اینجا قابل دیدنه. E2 سلولی که در ستون ای و سطر دومه. یه چیزی هم بهتون بگم، یه خورده میخوایم حرفه‌ای تر باشیم، صرفا برای اونایی که نیومدن مقدمات یاد بگیرن. هیچ ایرادی هم نداره. کسی که داره برای اولین بار اکسل رو میبینه، همین الان میخوام یه حرکت حرفه‌ای یادت بدم. سعی کن حرفه‌ای‌ها رو جایگزین مقدماتی‌ها بکنی. این نیم باکس صرفا وظیفش این نیست نام سلول ها رو نشون بده. وقتی روش کلیک بکنید میتونید سلول ها رو صدا بکنید. سلول A10 اینتر، مجدد. سلول C5 اینتر، انتخاب شه. پس قدرت صدا کردن هم داره. حتی میتونید شما با موس دیدید یک محدوده رو انتخاب میکنید، یعنی محدوده یعنی مجموعه ای از سلول ها. خب نیم باکس هم قدرت رو داره. میگم A1 توی اکسل تا یعنی 2 نقطه، حتی توی وی بیش هم همینه. توی زبان برنامه‌نویسی میخواید بگید تا 2 نقطه بذارید، تا A10. میبینید محدوده رو انتخاب میکنه. یک قولی به من بدید، یک قول. دوستان اگه یه روزی اومدم بالا سرتون وایسادم، کمتر دست به موس بزنید. کاربری توی اکسل حرفه‌ایه که دستش کمتر به موس بخوره. الان میخوام سلول H1 رو انتخاب بکنم بدون اینکه دست به موس بزنم. میگم Alt F3. ببینید Alt F3 رو بزنید نیم باکس فعال میشه. من موس رو انتخاب کردم که ببینید. میبینید هر جایی باشید وقتی بزنید Alt F3 نیم باکس فعال میشه. اصلا بدون که دیگه دست به موس بزنم میگم H1 برو سری سلول H1. Alt F3 میگم C1 تا C10. اصلا دست موس زدم؟ نه. پس یه قولی به هم بدیم کمتر سمت موس بریم. خب این تا اینجا داشته باشید. الان یک مرور کلی کنیم. گفتیم اکسل کارش چیه؟ تجزیه و تحلیل داده ها. این سلول هایی که الان بهتون یاد دادم چطور انتخاب میشن، چطور ایجاد میشن، وظیفهشون اینه داده ها رو داخل خودشون قرار بدن. قطعا ما باید یک داده ای رو ثبت بکنیم که تجزیه و تحلیلش بکنیم دیگه. همیشه هم نیاز نیست داده ها دستی ثبت بشن. گاهی اوقات از یک فایل اکسس که وظیفش بایگانی اطلاعات هست دیتا رو میگیریم میریزیم تو اکسل. بله، گاهی اوقات دیتا رو ما از یک صفحه وب میگیریم. ببینید دیتا سربرگش کامل مشخصه. یعنی گاهی اوقات میتونیم دیتا رو دستی وارد بکنیم برای تجزیه و تحلیل،
گاهی اوقات میتونیم از سربرگ دیتا اطلاعاتمون رو از یک فایل CSV بگیریم، همون فایل های CSV یا کد شده وب، خروجی های وب هستن. میتونیم از یک صفحه وب بگیریم مثل اطلاعات بورسی، یا میتونیم از خیلی موارد دیگه ای بگیریم. ببینید میتونیم از یک فایل اکسل دیگه ای بگیریم، خیلی قابلیت داره. پس میتونیم به هر طریقی دیتامون رو داشته باشیم، حتی از یک سری دیتابیس یعنی همون اکسس، نرم افزارهایی که میتونن اطلاعات رو بایگانی بکنن. اکسس رو میبینید، ما یکی بزرگتر از اکسس هم داریم، اسمش SQL سروره. توی نرم افزارهای بزرگ مثل همکاران سیستم دیگه نمیان پایگاه دادهشون رو مثل اکسس بکنن، که میان از SQL سرور استفاده میکنن. قابلیت بایگانی بیشتر اطلاعات رو داره. به فرض من حالا یادم رفته اکسس، من فکر میکنم تا 2 گیگ اطلاعات رو داخل خودش درج میکرد. 2 گیگ خیلی دوستانا، 2 گیگ برای محتوای متنی انگار اصلا پر نمیشه. اکسس شما SQL فرض کنید چندین برابر اکسس میتونه اطلاعات رو ذخیره بکنه. حالا کاری به این نداریم، کلا منظورم اینه گاهی اوقات دیتا رو دستی وارد میکنیم، گاهی اوقات از یک خروجی میگیریم مثل عکس صفحه وب یا هر چیز دیگه. ما فرض رو بر این میذاریم که عمدتاً هم همینیم، دیتا رو دستی وارد میکنیم. ما توی ایران هنوز جا نیفتاده خیلی هم موارد عمدتاً سعی میکنن دستی کارشون رو جلو ببرن. یک قولی به من بدید، هر زمان خواستید اطلاعات رو داخل صفحه گسترده وارد بکنید، کلیدهای کنترل شیفت F1 رو بزنید. کنترل شیفت F1. میدونید چرا این کار رو میکنم؟ ببینید وقتی مجدد میزنمش کنترل شیفت F1، الان دقت بکنید آخرین سطر من 24. من میخوام 1 ساعت دیتا وارد بکنم. خب چرا نیام از حد اکثری صفحه نمایشم استفاده کنم؟ مجدد کنترل شیفت F1. الان ببینید 32. پس میتونم دیتای بیشتری رو وارد بکنم، یعنی تمرکز بیشتری روی سلول ها دارم. اگر میخواید بدونید من این کلید میانبر رو از کجا آوردم، این بالاست. میبینید گزینه اولش هایت میکنه، گزینه دومش فقط تب ها رو نشون میده، گزینه سوم هم دکمه ها رو نشون میده و هم تب ها رو. کلید میانبر رو من به شما گفتم قول دادیم کاربر حرفه‌ای باشیم، پس کنترل شیفت F1. حالا میخوام به شما استانداردترین حالت وارد کردن دیتا رو بدون موس بهتون یاد بدم. البته برای اینکه مقدماتی رو پشت سر بذارید من با موس یاد میدم، بعد بهتون میگم موس رو بذارید کنار. خب دوستان الان حدوداً 24 دقیقه از کلاس رفت. یک بازخورد اگه میشه به من بدید، من بدونم به چه صورته. از بازخورد خواهدتون میشه از 5 مثبت به خودتون نمره بدید. ببینید چقدر تا الان متوجه شدید، به خودتون نمره بدید. 4 تا. مرسی آکوشا، خیلی خوشحالم میبینم شما رو مجدد اینجا. سعی کنید اسم فامیلیاتون رو بذارید که حداقل با هم آشنا بشین. خیلی خوبه. خب خدا رو شکر، خیلی ممنون، خدا رو شکر. 4 تا داشتیم، ولی خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون. خب خدا رو شکر. خدا چرا 0 حسین جان؟ چرا 0 آی راسخ؟ اگه احیانا مشکل اینترنت داشتی. خیلی ممنون آقای شاکری عزیز. خانم خنجری خیلی خوش اومدید. کدوم کلید میانبره؟ صفحه رو تمام صفحه کردن شد. کنترل شیفت F1 رو بزنید تمام صفحه میشه کنترل شیفت F1. اگه دوباره بزنید از تمام صفحه خارج میشه. من 2 بار میزنم، 1 بار بزنید تمام صفحه، 1 بار بزنید صفحه کوچیک میشه. نیم باکس هم Alt F3 نیم باکس. خدا رو شکر، خیلی ممنونم دوستان، خیلی ممنونم.
خب خدا رو شکر. خب الان تمام تمرکزتون رو بذارید روی این موضوع الان میخوام وارد کردن دیتا رو بهتون یاد بدم به صورت استاندارد. اول بریم کتابا رو بهتون نشون بدم به صورت کتابی به شما چطور آموزش میدن. اگه یه کتاب رو بخواید مطالعه بکنید میگه بر روی سلول کلیک کنید، کلید F2 رو بزنید و بعد شروع به نوشتن بکنید. کتابی این رو میگه سلول رو انتخاب، F2، سپس درج کن. یه خورده بیاید جلوتر، 1 سال 2 سال با اکسل کار بکنید دیگه میگید بابا F2 چیه، من چقدر کارمو سخت میکنم. روی سلول دیگه دابل کلیک میکنید، بعد 1 سال میگید اینجوری مینویسم. کاملا هم درسته، ولی استانداردترین حالتش اینه. سلول که در حالت انتخاب باشه شما به محض نوشتن داخلش درج میشه، نه نیاز به F2 داره نه نیاز به دابل کلیک داره. اوکی؟ الان شاید اصلا براتون سوال پیش بیاد، میگید خب ما باید برای اینکه سلول انتخاب کنیم دست به موس بزنیم. نه، همین 10 دقیقه پیش بهتون گفتم Alt F3 رو بزنید، سلولتون رو میخواید از کدوم سلول میخواید شروع کنید، از آیک رو انتخاب کن. اصلا دست موس نزدم. حالا شروع میکنم به نوشتن، میگم آیدی. حالا میخوام بیام به سلول جلویش، باز نیاز به موس نیست، تب بزنید، یه دونه تب شما رو میبره به جلو. سلول در حالت انتخابه، بسم الله، نیم. میخوام برم به سلول جلویش، چی میزنم؟ تب، لاست نیم. میخوام برم به سلول جلویش، چی بزنم؟ تب، سیتی. میخوام بیام به سطر پایین، چی بزنم؟ آقای حسینی اینجا دیگه باید دست موس بزنیم. نه، اینتر. ببینید یه نکته خیلی جالبی من به شما بگم توی اکسل. شما هر سلولی که انتخاب کردید، خب تب بزنید به سمت جلو میره، وقتی اینتر بزنید میاد به زیر اولین سلولی که تب شروع شده. الان من اینجا انتخابش میکنم، یا مثلا اینجا تب میزنم، شروع تبم. پس اگر اینتر بزنم میاد به سطر پایینی، میدونم منتقل بکنم بهتون. ببینید من اینجا تب رو زدم، نقطه شروع. پس هر چقدر بیام جلو مهم نیست، وقتی اینتر بزنم شما به زیر سلولی که اولین تب خورده منتقل میشید. این رازشه. بیایم اینجا چند تا بزنم دستم را بیفته. دقیقاً اولین تب، میایید به سلول زیرین اولین تبتون. الان اینجا دقت بکنید، میگم آیدی 1، میخوام برم جلو، تب، میگم مسعود، چی میزنم برم جلو؟ تب، حسینی. میخوام بیام جلو، چی میزنم؟ تب، تهران. میخوام برم به سطر پایین، اینتر. اومدم به زیر اولین جایگاهی که من تب زده بودم، یعنی تو سطر دوم من اولین تب رو از اینجا زدم، پس اینتر من آورد به زیر اون اولین جایگاه. 2 تب، اسم این شخص مهدیه، بخوام برم جلو، دست موس نیاز نیست اصلا دست موس بزنیم، مثلا محمدی، اهل تهران. تموم شد. اینتر، میام سطر پایینش. پس تب به سمت جلو، اینتر به سمت پایین. آیدی 3. دوستان میخوام یک نکته رو به شما بگم. ببینید فرض بکنید من الان خب وارد کردن اطلاعات رو فهمیدیم دیگه. کلا بذارید من تو یک جمله بهتون بگم، هدفم اینه سرعت شما رو برای ورود اطلاعات ببرم بالا. الان شما نسبت به کسی که دست به موس میزنه میتونید تو هر دقیقه 2 برابر اطلاعات وارد بکنید. خب پس الان یک سری نکات بهتون میگم که بتونید تو همون 1 دقیقه سرعتتون رو 3 برابر بکنید توی تایپ کردن. حالا نکات من رو دقت بکنید.
فرض بکنید نفر بعدی از قضا اسمش مهدیه. مهدی رو میبینید تو سلول بالایش درج شده. هر وقت خواستید دیتایی رو وارد بکنید که نمونهش تو سلول بالایش بود، نیاز به تایپش نیست، یه دونه کنترل دی بزنید. کنترل دی یا من نمیدونم، باید شاید کنترل دی دان یعنی پایین. کنترل دی همیشه سلول بالاییشو تو پایینیش کپی میکنه. اوکی؟ الان مثلا این شخص، بذارید حالا اینو وارد بکنم، این مثلا یک شخص دیگر رو وارد بکنیم، مثلا احمدی، بذارید بریم پایین تر، مثلا کرجه، میام پایین 4 میام اینجا. فرقی نمیکنه تو هر فیلدی که میخواید باشه. الان شما فرض بکنید شخص بعدی که میخوام اسمشو وارد بکنم اسمش مسعوده. فرض بکنید دیگه. حالا فرق فامیلی هم میتونه باشه، شهر هم میتونه باشه. کلا هر جایی که کلیک بکنید کنترل دی بزنید سلول بالاییش تو پایینی کپی میکنه. پس این خیلی میتونه توی سرعتتون تاثیر بذاره. فرض کنید یک دیتای کپی عیناً بالاش هست، خب چه لزومی داره شما اینو دوباره تایپش بکنید؟ سری کنترل دی رو بزن، رد شو برو. حالا ولی یه نکته‌ای وجود داره، من اینو خدمتتون باید عرض بکنم. فرض بکنید شخص بعدی که میخوام وارد کنم اسمش مسعوده. نگاه میکنم این بالا مسعود داشتم ولی کنترل دی فقط سلول بالاییشو کپی میکنه. بله، هر موقع خواستید یک دیتایی از اون ستون رو انتخاب بکنید حتما هم نیازی است بالاش باشه. آلت رو نگه دارید، جهت نمای سمت پایین رو بزنید، یک لیست کشویی باز میشه. تو هر سلولی که شما این کار رو بکنید ببینید یک لیست کشویی به شما نشون میده از داده هایی که در اون ستون درج شدن. میبینید؟ پس یه قدرت انتخاب به من میده. اینجا بودم، آلت اروکی سمت پایین، اسمش مسعوده، پس میام پایین، اینتر. دیدید؟ پس حتما نیاز است از کنترل دی استفاده بکنیم. آلت اروکی سمت پایین، جهت نمای سمت پایین. خب این حرفه ایش بود. خب من اینو بذارید پس بهتون نشون بدم، اگه یکی فردا بهتون گفت این از کجا آمده تعجب نکنید. ببینید کنترل دی و خاطرتون هست بهتون گفتم کنترل دی، یک متن رو اینجا بنویسم، مثلا تکس. اینجا یک ابزار داریم تحت عنوان دان. کنترل دی همینه. شاید بارها به چشمتون خورده بود ولی کاربردش رو نمیدونستید. این فیلدان همون کنترل دی ماه. من کلید میانبرش به شما گفتم. این محدوده رو انتخاب میکنم، اینو میزنم. میبینید؟ اولین سلول رو تو همه کپی میکنه، بالایی رو تو همه، فرق نمیکنه. کنترل دی همین بود. ولی من چون تو یک استفاده کاربردی به شما نشون دادم این بهتر تو ذهنت میمونه. میتونید به سمت راست و به سمت بالا و چپ هم حرکت بدید ولی کاربردی نیستن. ما عمدتاً به صورت ستونی دیتا وارد میکنیم. پس کنترل دی کاربردی ترینشه. این که بهتون میگم جهت نما رو نگه دار، اروکی سمت پایین رو بزن، این کلید میانبر دیگه. ولی خب این از یک جایی اومده. میدونید از کجا اومده؟ از راست کلیک اومده. تو راست کلیک ما یک گزینه داریم پیک فرام دراپ داون لیست. میبینید؟ این همونه. من کلید میانبرش رو به شما گفتم. البته کلید میانبری که من به شما گفتم باز دستکاری شده است. یعنی چی دستکاری شده است؟ ببینید راست کلیک که میکنید زیر، اصلا کلا اکسل دوست داره شما، بذارید من صفحه رو بزرگ بکنم، اکسل دوست داره شما دست به موس نذارید. میخوای اثبات بکنم؟ ببینید راست کلیک میکنید زیر ابزارهای مختلفش ببینید زیر یک سری کاراکترهاش یه خط کشیده. تا حالا اصلا توجه کرده بودید اینا کلیدهای میان برشن. یعنی اگر الان من کارو بزنم میبینید کدوم ابزارش انتخاب شد؟ همین ابزاری که لیستو نشون میده، زیر کاش خط کشیده
کلید میانبرش کاه. پس اگر شما راست کلیک بکنید کا رو بزنید، فقط کافی راست کلیک کا. خیلی اگر براتون خاصه حتی میخواید کلید میانبر راست کلیک هم بهتون بگم. توی اکسل اصلا نمیخواد دست موس بزنید، هر جا خواستید راست کلیک بکنید شیفت F10 رو بزنید. الان شیفت F10 شد راست کلیک روی اون سلول. الان زیر کدوم کاراکتر خط کشیده؟ کا رو بزنم میشه همون لیسته. در حالی که من خیلی کلید میانبر بهتری به شما گفتم. آلت جهت نمای سمت پایین رو بزنید، لیست رو به شما نشون میده. پس اکسل هم خودش دوست داره شما از کلیدهای میانبر استفاده کنید، دستتون سریعتر باشه. خب این اسم مثلا وارد بکنیم، مثلا یک فامیلی، مثلا مسعود علیزاده. خب این تا اینجا. پس ورود دیتا رو یاد گرفتیم. تب، اینتر، کنترل دی و آلت اروکی پایین میتونه بهتون توی وارد کردن دیتا کمک بکنه. ببینید توی نسخه های مختلف کلیدهای میانبر فرق میکنن. چیزی که من دارم الان به شما میگم توی نسخه 2019 هست و ویندوز 10 موارد. چون همیشه این رو حالا تو ذهنتون داشته باشید، یک مدرس باید به روز باشه. الان من نمیتونم بیام یک اکسل 2007 رو به شما آموزش بدم یا مثلا ویندوزم XP باشه، چون عرف اینه توی شرکت ها الان دارن میان سمت بروزترین ها. پس ما باید بروزترین رو ملاک قرار بدیم. مواردی که من دارم میگم برای ویندوز 10 هست و نسخه 2019، یعنی بروزترین حالت ممکن. اینجوری باعث میشه اطلاعات شما بروز باشه، یعنی یه جورایی بروز باشید شما هم. خب من یک موضوعی رو میخوام مطرح بکنم دوستان، تا جایی که امکانش هست الان اون لول گیرایی رو بیارید بالا. خب برای دوستانی که تا حالا کار نکردن منظورمه، تا جایی که میشه تمرکز کن تا این مطلب من رو بفهمید چی میخوام بهت بگم. ببین من یه کاربریم که در جریانم، میدونم اگر آلت اروکی سمت پایین رو بزنم یک لیست دارم که میتونم انتخاب بکنم. ولی خب اگه شما یک برنامه ساختی دادید به یک شخص، اون این چیزا رو بلد نبود، چی؟ آیا محکوم به این که هی تایپ بکنه؟ نه. اکسل اومده یک ابزار قرار داده تحت عنوان دیتا ولیدیشن، میتونید باهاش لیست بسازید. منظورم چیه؟ بذارید من این دیتا رو پاک بکنم. قرار اینجا اسم شهر وارد بشه دیگه، انتخابش میکنم، میگم پس تو این سلول ها قرار اسم شهر باشه. میخوام اسم شهرها رو به صورت یک لیست در بیارم تا اونی که داره دیتا رو وارد میکنه کارش راحت باشه، اذیت نشه توی تایپ کردن، سرعتش هم بیشتر بشه. انتخابش میکنم، دیتا ولیدیشن رو کلیک میکنم، میام اینجا گزینه لیست، اسمش هم لیسته، دقیقا هم لیسته. یک ابزار اینجا داره. ببینید کلا حالا این رو خیلی زوده بهتون میگم، هر وقت این آیکون رو توی اکسل دیدید یعنی میتونه سورس و یا دیتاشو از سلول ها بگیره. الان روی این کلیک میکنم، میگم قراره به این سلول ها یه دونه لیست بدی. این لیست من اینا دیتاشه. تموم شد. اینتر، روی اوکی کلیک میکنم. الان میبینید کنار هر کدوم یه دونه باکس باز میشه، میبینید تهران. خب اینجوری یه خورده سرعتش بیشتر میشه، مثلا تهران یا کرج. میبینید سرعتش توی تایپ بیشتر میشه، تبریز. ولی یک مشکلی وجود داره، قراره کاربرداشو بهتون بگم، مشکلش هم قراره بهتون بگم دیگه. همش اینجوری نباشه برم مزایا نشونتون بدم و فلان. مشکل اینجاست، فرض بکنید من نفر پنجم رو وارد میکنم، مثلا کوشا آزین فر.
میخوام شهرش رو وارد بکنم، پس لیسته کو؟ اینجا برای من یک لیست گذاشته بودن که راحت باشم، در حالی که وقتی ما لیست رو داشتیم تعریف میکردیم فقط برای این سلول ها تعریف کردیم. ما که نمیدونیم کاربرمون قراره چقدر دیتا وارد بکنه. این یه ضعفه. راه حل چیه؟ من به 3 طریق بهتون یاد میدم، از مقدماتی تا پیشرفتش. ببینید، اولین راه اینه، به اون شخص یاد بدید از سلول بالاییش که اینجا یه مثبته بگیره بکشه پایین. به این میگن درگ کردن. درگ کنه پایین، هر چقدر دلش میخواد درگ کنه. لیست درگ میشه، تعمیم داده میشه، گسترش پیدا میکنه. ببینید الان این سلول پایینی هم لیسته بهش رسید. این روش اول، درگ کردن. کنترل زد میزنم، کنترل زد توی اکسل یعنی هر کاریو کردی یه پله ببرش عقب. من لیست رو میدم پایین، اگه کنترل زد بزنم دوباره برش میگردونه به قبل. الان اینجا روش دوم، کنترل دی بزنید. کنترل دی بهتون گفتم سلول بالایی رو تو پایینی کپی میکنه، فقط محتواش رو کپی نمیکنه. اصطلاحاً میگن متعلقات، همه متعلقاتش رو کپی میکنه. تا به اینجای کار ما فقط یاد گرفتیم یک متنی رو درج بکنیم، در حالی که این سلول بالایی علاوه بر متن لیست هم داشت، پس لیستش هم در اختیارم قرار میگیره. این روش دوم. روش سوم، کنترل زد، که اصلا پیشنهاد نمی کنم ولی دوست دارم بدونید، میان سلول رو کپی میکنن، یک سلولی که دارای لیست هست روی محدوده یا یک سلول هر کجا که میخوان اون لیست تعمیم داده بشه به اونجا هم منتقل بشه رو انتخاب میکنن، یک سلول یا چند. راست کلیک میکنن، یک گزینه از تحت عنوان پیس اسپشیال، اینو میزنن. یک گزینه داره تحت عنوان ولیدیشن. ما این همه لیست رو از دیتا ولیدیشن دادیم دیگه. ولیدیشن یعنی اون شروط، اون شرط. خب ما شرطشو میخوایم، انتقالش میدم به اینجا. این رو اصلا پیشنهاد نمی کنم. خب این اصلا بندازید دور. فقط خواستم بدونید هر چقدر اطلاعاتتون بیشتر باشه اون اعتماد به نفستون هم بیشتره. حالا روش حرفه‌ای شما میخوام به خدمتتون عرض بکنم. من اینو پاک میکنم، یک روش کاملا حرفه‌ای. انشالله اگه بتونم جلسه بعد کامل اختصاص بدم به تیبل، خیلی حرفا برای گفتن دارم. تیبل یعنی جدول. الان شاید براتون سوال پیش بیاد پس این چیه؟ اینم جدول؟ نه، اکسل به این میگه شبه جدول، شبیه جدول. ببینید دلایل خودم رو دارم. خب الان جاش نیست براتون اثبات بکنم. من حتی یادم یه سری این رو اثبات کردم برای بچه‌ها، یه سری که نه، چندین بار من اینو تا حالا هر وقت رسیدم به تیبل اثباتش کردم. یک نکته خاصی وجود داره، سعی میکنم جلسه بعد قرار بدم، قول بهتون میدم شوکه میشید. کلا به اینا میگن شبه جدول. شاید تو هیچ جایی ننوشته باشه، من گفتم طبق اون اثبات خودم میگم شبه جدول، هیچ جایی هم نیست. ما میتونیم شبه جدول رو انتخاب بکنیم، به جدول تبدیلش بکنیم. حالا نمیخوام تفاوت هاشون رو بگم، انشالله بذاریم برای یک جایی که فقط بهش اختصاص بدیم چون خیلی مطلب داره. محدودم رو از شبه جدول با کلیک کردن روی اوکی به جدول تبدیل میکنم. این تیکه رو میبینید؟ تیکه میگه آقا من سرستونهات رو به عنوان فیلد شناسایی کنم. عنوان این جدول یه خورده متمایزش میکنه، توی یک سری موارد هم دخالتشون نمیده. پس میگم بله، روی اوکی کلیک میکنم. البته میتونستم از کلید میانبر تیبل هم استفاده کنم. ببینید روش وامیسید، کنترل تیه. پس اگر یک محدوده رو انتخاب کردید با زدن کنترل تی همون براتون باز میشه، کافیه روی اوکی کلیک کنید. ببینید فقط دارم میگم یکی از مزایای جدول یا همون تیبل تعمیم اتوماتیکشه. یعنی محدوده جدول اتوماتیک گسترش پیدا میکنه. الان من اینجام، درسته؟
طبق معمول تب میزنیم دیگه. الان من یه تب میزنم، میخوام یک سطر ایجاد کنم. الان میبینید رنگش شد آبی. تب میزنم میبینید رنگش شد سفید، دوباره آبی. پس داره محدوده تعمیم پیدا میکنه. نکته، خب لیستم داره تعمیم پیدا میکنه، میبینید؟ پس هر چقدر جدولتون رو بزرگتر بکنید اتوماتیک لیستم باش تعمیم داده میشه. پس هر وقت از لیست استفاده کردید برای اون مخاطبتون تبدیل به تیبل بکنید تا هر وقت دیتای جدیدی رو وارد کرد خود اون لیستم اتوماتیک روش اضافه بشه. من این محدوده رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و میگم این سطرها رو حذف بکن. یک باگی رو من باید خدمتتون عرض بکنم. یک مشکلی وجود داره. ببینید قراره ما مزایا رو بگیم، معایا رو بگیم و راه حل. الان لیست من اضافه شد، درسته؟ فرض رو بگیرید این لیستم بود دیگه، دیتا رو از اینجا برداشتم. فرض بکنید شهر مشهد اضافه میشه. اضافه شد، یه آیتم به لیستم اضافه شد. میام اینجا میبینم مشهد اضافه نشد. همیشه قرار نیست من آموزش بدم. من یک ترفند یاد گرفتم از یکی از دانشجوام. سر کلاس من اینو آموزش داشتم میدادم، یهو برگشت گفت آقای حسینی روش خیلی ساده تری هم هست. البته کلاس تموم شد، بعد اومد تو پیویم راه حلشو بهم گفت. میخواید بدونید چی گفتش؟ گفت آقای حسینی هر وقت میخوای لیستی بسازی که اتوماتیک داده هاش هم بروز بشه، بیا دیتاتو کپی بکن. کپی میدونید که چیه؟ حالا برای دوستانی که کار نکردن، کپی یعنی یک نسخه کپی از اون داده ها رو منتقل بکنیم. ابزارش هم این بالاست. کنترل C، کلید میان برشه. در مقصد کلیک میکنم، روی ابزار پیست کلیک میکنم، کنترل V، کنترل Z میزنم، برمیگردم. حالا دوستانی که حالا شاید به یکی از یه سری دوستان بر بخوره بگید کپی پیست هم دیگه ما بلدیم دیگه کاری نداره فلان. خب یه طرفن یادت میدم، هر وقت خاصی به سرعت کپی بکنی محدودت رو انتخاب بکن، از حاشیه جداش کن، هر جا خاصی رهاش کنی همزمان کنترل کیبورد رو پایین نگه دار، کپی میشه. نه کلید میان بر زدم، فقط با موس این کارو کردم. هر جا خواستی پیست بشه کنترل رو نگه دار، بعد موس رو رها کن، میشه کپی. حالا اون دانشجو اینجوری به من گفت آقای حسینی سلولت رو انتخاب بکن یا محدودت رو که میخوای لیستش بروز بشه. میگم بله، من یک سلول انتخاب میکنم، این سلول یا اینکه بغلشه، فرق نمیکنه. میگه بیا توی دیتا که میخوای لیستتو ایجاد کنی سورس تو ستون بده، از ستون انتخاب کن. من خودم فکر نمی کردم بشه. نگاه بکنید چه اتفاقی میفته. الان دیتای من، بیام بالاتر، الان دیتای من این موارد هست، درسته؟ الان به انتهاش اضافه میکنم، ولی من این رو پیشنهاد نمی کنم دوستان. ساری رو به انتهاش اضافه کردم. خب الان نگاه بکنید، ببینید یه سری سلولای خالی داریم چون ستون کامل رو انتخاب کردیم دیگه. به هر حال ساری به انتهاش اضافه شد. هدفش این بود به من یاد بده که آقا روش وجود داره، میتونستیم با این روش دیتامون رو بروز بکنیم. هرچی پس به انتهاش اضافه بشه به لیست ما هم اتوماتیک اضافه میشه، چون دیتا اون سورسش رو، سورس میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی اون منبعش رو که اون لیست رو بسازه رو از یک ستون گرفته. خب ستون پس هر وقت دیتای بگیره پس اینم بروز میشه. ولی خب میبینید این از نظر من استاندارد نیست. کلن یک خواهشی هم داشتم، توی فایل های اکسل خیلی میشه دید، مخصوصا کسایی که مبتدی ان، هیچ وقت توی اکسل کلیگویی نکنید. کلیگویی یعنی چی؟ یعنی یک ستون رو انتخاب نکنید بیاید رنگش رو عوض کنید، یک ستون رو انتخاب نکنید بیاید سطرش رو عوض بکنید، حتی یک ستون رو انتخاب نکنید
فونتشو عوض کنید. فرق نمیکنه. یک سطر اینجوری سطرها رو انتخاب نکنید وقتی به درتون نمیخوره. ببینید شما یک سطر رو انتخاب میکنید 16,000 تا سلول رو دارید تحت تاثیر قرار میدید. پس کلیگویی نکنید. این بنده خدا هم روشش خوبه ولی چون داره به یک ستون اشاره میکنه کلیگوییه. روش ساده تری هم وجود داره. روش گفتم یکی از مزایای اکسل، عذرخواهی میکنم، مزایای تیبل تعمیم اتوماتیکه. یعنی محدودش اتوماتیک گسترش پیدا میکنه، تحت پوشش قرار میده. پس من این محدوده رو انتخاب میکنم به عنوان دیتام، کنترل تی میزنم، تبدیلش میکنم به یک جدول. میگم دیتای من پس جدول باشه چون ذات جدول تعمیم پذیره. این محدوده جدول دیتای منه دیگه، این دیتای منه. اسمشو یه چیز میذارم که بتونم صداش بکنم. الان این دیگه شبه جدول نیست، یک بخشی از تیبل محسوب میشه. پس من باید یک اسم براش بذارم. میگم این بخش از جدول اسم تو CT هست. اینتر. اسمشو گذاشتم CT. پس درسته این یک جدول محسوب میشه ولی من این بخش دیتاش رو میخوام بگم اسمت CT هست. حالا میام اینجا محدودم رو انتخاب میکنم، برمیگردم میگم اون دیتایی که قبلا داشتی دیگه به درد من نمیخوره چون بروز نمیشد. من خودم رفتم یک جدول ساختم، اسم اون محدوده‌ای که میخواستم رو گذاشتم CT. F3 رو اینجا میزنم، یک پنجره باز میشه. تو اکسل هر اسمی که تعریف بکنید وقتی اینجا F3 بزنید اسمها رو بهتون نشون میده. میگم بله من اسم اون محدوده داده هامو گفتم CT، اسمشو گذاشتم CT. من دوست داشتم به این اسم صداش کنم. اوکی، الان دیتای من تعمیم داده میشه. خب میام اینجا جدول گفتم قابلیت چی داره؟ تعمیم داره. مثلا ساری، میام پایین. حالا مثلا میتونم اسم دیگه هم وارد بکنم، مثلا شیراز. کلا منظورم اینه. ببینید ساری الان اضافه شد. چرا اضافه شد؟ چون من اومدم این قسمت رو گفتم اسمش سیتیه ولی چون جزوی از تیبل محسوب میشد وقتی تعمیم پیدا کرد CT منم تعمیم پیدا کرد، اومد یه پله پایین تر. همین باعث شد که لیست هم بروز بشه. دوستان با لیست خیلی کارا میکنن. مثلا من دیدم توی پروژه طرف میاد لیست های وابسته میسازه. وابسته یعنی مثلا من از لیست اول محصول اول، بذارید انشالله اگه بشه جلسه بعد اینا رو بذارم خیلی خوب میشه. ببینید مثلا GP name بعد مثلا پروداکت. مثلا اینجا میان یک لیست تعریف میکنن، اگه GP1 انتخاب شد تو لیست دوم محصولات توی این گروه رو نشون بده. خیلی خلاقانه است، کاری هم نداره ولی یه خورده زوده. الان من میگم گروه دوم محصولات دوم هم داخل این لیست نمایش داده میشه. خیلی چیز جالبیه. با استفاده از همین تیبل ها میرسیم بهش. فقط خواستم ذهنتون رو یه خورده فراتر ببینید. صرفا این نیست فقط یک سری مقدار نشون بده، میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. اکسل صفحه گسترده است، هر چقدر خلاق‌تر باشه میتونه خروجی قشنگتری داشته باشه. حالا گفتم دست به موس نزنیم، درسته؟ الان من بخوام مثلا این محدوده رو لیست بدم چطور برم سراغ ابزار دیتا والیدیشن؟ کلید میانبر خدمتتون عرض میکنم. کلید میانبرش Alt DL. میبینید سریع ابزار دیتا والیدیشن براتون باز میشه. حتما نیاز نیست بیاید سر برگ دیتا روی این ابزار کلیک بکنید. پس محدوده Alt DL دیتا والیدیشن باز میشه و لیستتون رو اعمال میکنید.
حالا گفتم چون الان ما یک سری دانشجو بینمون قطعا هست که این موارد براشون مقدماتی. حالا من میخوام بهتون اثبات بکنم باز هم مطالب وجود داره. الان بهتون یاد دادم چطور دیتا رو سریع وارد کنید، درسته؟ الان میخوام بهتون یاد بدم همیشه نیازی نیست از سلول ها استفاده کنید. بیاید نگاه کنید. بیاید توی قسمت مور کامنز کلیک کنید. این رو بذارید روی آل کامنز. یه لحظه من فکر کنم الان درست شد. بیایم پایین تو قسمت فرم. بله چه خوشبختانه این سری خیلی خوب پیداش کردم. الان 2 ساعت بعد اینجا با هم دست جمعی میگشتیم دنبال فرم، ولی خیلی خوب پیداش کردم. فرم، ببینید فرم رو به نوار دسترسی سریع اضافه کنید. خب این یک ابزاره. الان ببینید کاربردش چیه. پنهانم بود چون خیلی کاربرای اکسل اینا رو اطلاع ندارن. روی یک سلول، اولین سلول جدولتون کلیک بکنید. مهم اینه که فقط یک سلول از جدول انتخاب شده. مثلا اینجا کلیک نکنید الکی. روی یک سلول از جدول کلیک بکنید، روی فرم کلیک بکنید. دیگه اصلا نیاز نیست بریم سراغ سلول ها. میبینید زیر W خط کشیده، یعنی شما بیای اینجا Alt W رو بزنید نیو، میتونید یک رکورد جدید ثبت کنید. 5 آذین کوشا آذین فر. تب میام پایین، شهر رو میزنم مثلا تهران. میبینید اتوماتیک دیگه میره ته جدول میشینه. پس میتونیم از این طریق هم همینجور تون هر اینتروزای اطلاعاتش پاک میشه، باعث میشه اصلا شما تو یک فرم سریع اطلاعاتتون رو وارد بکنید و جدولتون همینجوری تا ته بیارید. حتما نیازی است بریم سراغ سلول ها. این خیلی کاربردیه. حالا میخوام یه خورده پیشرفته ترش بکنم، یه خورده برای دوستانی که احساس میکنن حالا این جلسه براشون مقدماتی بوده، یه کدی هم بزنم، یه کد ماکرویی هم بهشون یاد بدم، حداقل این دوستانم یه چیزی از این جلسه یاد گرفته باشن. این ابزار فرم رو میبینی؟ این که با موس بیایم اینجا کلیک بکنیم کار سختی نیست دیگه، انقدرم تنبل نباشید. هرچند آلت رو بزنید، کلید آلت کیبورد میگه اگر الان عدد 5 رو بزنی فرم رو بهت نشون میدم. پس اینم یک کلید میانبره. شما میتونید نوار دسترسی سریع رو وقتی آلت میزنی کلیدهای میانبرش رو ببینی. حالا میخوام یک قطعه کد بنویسم برای دوستانی که احساس میکنم مطالب براشون ساده بوده. میام این قسمت یک شیپ ایجاد میکنم. سایر دوستان این برای دوستانی که تازه دارن اکسل یاد میگیرن اصلا مهم نیستا. من صرفا چون میگم این کلاس ها عمومی هست، تو جمع ما یک شخصی هست اینا رو بلد بوده، پس حداقل عمرش نسوخته باشه. یه قطعه کد هم برای این دوستامون آموزش بدم. اسمش رو مینویسم، مثلا اسم روی این دکمه مینویسم شو فور، انتخابش میکنم، وسط چینش میکنم، راست کلیک میکنم، میام توی اساین ماکرو کلیک میکنم، قسمت نیو رو میزنم، شروع میکنم. گفتم برای اینکه فرم اجرا بشه باید اولین سلول رو انتخاب بکنید. پس توی وی بی ما میگیم رنج A1 دات سلکت، انتخاب شو. پس الان سلول انتخاب کردیم. حالا بخواید با استفاده از کدهای وی بی فرم رو صدا بکنید باید بگید اکتیو شیت دات شو دیتا فرم. اسمش دیتا فرمه. به این صورت میتونیم صداش بکنیم. پس الان کافیه روی این من کلیک بکنم، پنجره باز میشه. اینو مثلا توی برنامه‌هاتون میتونید خیلی حرفه‌ای تر کار بکنید، میتونید کد نویسی بکنید، ماکرو براش بنویسید. البته همین کافیه.
چون نمیخوام احساس ترس ایجاد بشه. هر چقدر من الان هی برم کدهای ماکرو، یک دانشجو که تازه داره یاد میگیره احساس میکنه خیلی عقبه، در حالی که اینطور نیست. همه از صفر شروع کردیم. همین قطعه کد رو دوستانی که سطحشون حرفه‌ای است داشته باشید. من باز مطالب بیشتری توی کدها براتون قرار میدم، یا اصلا خیلی نکات بیشتری. مثلا یه نکته‌ای که رو میدونم احتمالاً نمیدونید، گفتم تیبل وظیفش چیه؟ تعمیم اتوماتیک دیگه. یه تابع داریم تحت عنوان رو هر وقت تو هر سلولی که استفاده بکنید از این تابع، حالا دوستانی که هم نمیدونن توابع با مساوی شروع میشن، اسمشون رو کافیه صدا بزنید. من میگم تابع رو، اینتر که بکنید شماره اون سطر رو بهتون برمیگردونه. الان اگر من اینجا بنویسم رو چندو به من برمیگردونه؟ عدد 2، در حالی که آیدیه عددش 1. پس میگم هر سطر منهای 1. دید چه اتفاقی افتاد؟ چون نزدیک تیبل بود سریع این رو یک ستون از تیبل شناسایی کرد. همونطور که به سطرش اضافه میکنه به ستونش هم اضافه میکنه. من همین رو میخوام این ور بنویسم. فقط ببینید 1 2 3 4 5 شد. حالا دلیل دارم، اینو پاک میکنم. اینجا مینویسم رو منهای 1، همون شماره آیدی من هست. به سایر تعمیمش میدم. حالا هر سطری که ایجاد کنید یک شماره سطر اتوماتیک تولید میشه. میبینید 7 8. حالا من اینو کنترل زد بزنم، برگردم، اینم پاک کنم. یکی میگه آقا من دوست دارم آیدیام 1000 اولش باشه. میگم 1000 الحاق بشه به این شماره. 1000 یه عدده، بچسبون به این شماره. اینم میچسبونه. پس کدام میشه 1005. هر چقدر تب بزنید 1000 رو میذاره در ابتداش. این هم یه ترفندی بود برای دوستانی که سطحشون یه خورده پیشرفت بود. پس دوستانی که اگر احیانا آشنایی ندارن اصلا نترسید، چون این موارد برای کسایی که حداقل کار کرده باشن. ولی اینجور هم نیست که شما یاد نگیرید، ولی زوده براتون. خب هر چیزی تا یه حدی دیگه. شما هم میخواد یاد بگیری شنا کنی که نمیره تو مثلا 4 متر 6 متری بپرید، میره تو نیم متری. اینو صرفا گفتم چون کلاس عمومیه، حداقل این دوستان هم وقتشون تلف نشده باشه. من چند تا نکته‌ام در مورد تنظیمات بهتون بگم. کلا هدفم اینه کلا یه خورده با اکسل و این ور اون ورش کنم، تابش بدم که چشمتون اون ترسش بریزه. سعی میکنم هر جلسه از اکسل آپشنم یه خورده بهتون تنظیمات یاد بدم. ببینید الان اکسل آپشن رو از چه طریق باز کردم؟ فایل آپشنز، درسته؟ گفتم دست به موس نزنید، کلید میانبرش Alt FT Alt FT Alt FT کلید میانبرش. حالا یه چند تا تنظیمات بهتون یاد بدم. مثلا تو قسمت جنرال اگر همیشه یک فایل اکسلی نیاز دارید که فونتش بی‌نازنین باشه، بیاید از اینجا فونت رو بکنید بی‌نازنین، سایزش مثلا 16 باشه. هر فایل اکسلی که جدید بسازی این تنظیمات رو بهش میده دیگه. نیازی نیست هی مدام بیای فونتش رو بکنی بی‌نازنین. حتی از این قسمت میتونی بگی فایل ساخته میشه چند تا شیت داشته باشه. من فایل هم یه دونه شیت کافیه. هر فایل اکسلی که میسازم یه دونه شیت داره. یه خواهشی هم دارم، دست به اینا نزنید، ولی بدونید دست بهشون نزنید که اگر گاهی نیاز شد بتونید ازش استفاده کنید. از این قسمت هم میتونید فونت‌های سیستمتون رو انتخاب بکنید دیگه کلا. بعد این خیلی چیز جالبیه. من تم اکسل رو که میتونید عوض بکنید. مثلا دیدید یک مدرسی داره تدریس میکنه اکسلش سیاهه، مشکیه یا کامل سفیده، یا حالت نمیدونم بهش چشام درست نمیاد یه همچین رنگیه، نمیدونم بهش میگن خاکستری، بهش میگن توسی، همچین چیزی. این رنگ میشه همون گری. حالا من نمیدونم، شاید اگه دوستان کسی این رنگو میدونه اسمشو بگه که من تو ویدیو بگم.
این رنگ رو در نظر بگیرید به صورت پیشفرض کالرفول، این رنگی همین بذارید به نظرم بهتره. خاکستری. این بک‌گراند هم زیاد کاربرد نداره. بذارید براتون یه نمونهشو بزنم. این کالیگرافیش خوبه، دونه دونه میتونید برید تست بکنید. ببینید این پس زمینه سبزه بک‌گراند اکسله، زیاد دیده نمیشه ولی خب مثلا یکی دوست داره کالیگرافی بذاره، میتونید این بالا یه خورده خطچین گذاشت. نمونه های بیشتری داره، میتونید دونه دونه تست بکنید، هر کدوم دوست داشتید توی فایلاتون به کار ببرید. من اینو مجدد بیام اینجا، من از این چیزا خوشم نمیاد حقیقت. حالا مثلا میتونید نمیدونم ابر، بذارید ابر چیه این بزنم، یه سری مثلا ابر آورده اینجا، حالا من نمیدونم مثلا زیبایی داره یا هر چیز دیگه ای، من خودم خوشم نمیاد زیاد از این کارو بکنم. دیگه چه تنظیماتی رو بررسی بکنیم؟ بیایم توی ادوانس. دیدید بعضیا مدام عادت دارن فایل های اکسلشون رو راست به چپ بکنن، یعنی ستون A میاد از این ور شروع میشه. اگه مدام این کار رو هی تکرار میکنید، بیایید توی این بخش بذارید رایت تو لفت، از راست به چپ، که هی مدام اذیت نشید. این کار رو اگه بخواید به صورت دستی انجام بدید، تو پیج لایوت این کار رو انجام میدن. من بهتون نشون بدم، این ابزارشه، اینو بزنید میره به سمت راست به چپ. من باز از این کارا نمی کنم، مثلا نمیدونم، مثلا پروژه رو تا حالا تحویل ندادم راست به چپ، مگر اینکه اون شخص ازم خواسته بوده. من خودم خیلی با همین عادی بودنش خیلی بیشتر کیف میکنم، به همین خاطر سعی کنید همینا رو استفاده کنید، ولی بدونید به چه صورته. اینجا دیدید بعضیاتون شیت هاتون یهو پنهان میشه، گم میشه. این بیاید این تیکر رو فعال بکنید. این تیکر رو فعال کنید، شیتاتون نشون داده میشه. تو بعضی از کارها نیاز شیتا رو پنهان بکنید، اینم در نظر داشته باشید. بعد بیاید اینجا، به این خطوط میگن گرید لاینز، به اینا میگن گرید لاینز. برای اینکه چشمتون گم نکنه اکسل اومده یک سری خطوط کمکی، گرید لاینز یعنی خطوط کمکی، که با استفاده از اون سطر و ستون رو تفکیک میکنه چشتون گم نشه. اگر نمیخواید این تیک رو بردارید. همچنین میتونید رنگش هم عوض بکنید، ولی نکنید، خواهشاً دست به اینا نزنید. مثلا الان رنگش خاکستریه، میتونید رنگش رو بکنید قرمز، ولی نکنید، اصلا دست به این نزنید، ولش کنید. چیزی که مثلا در این سطح باشه، مثلا پیج بریک هم، پیج بریک رو نمیخواد، حالا به یه جایی ربطش بدم که بتونید ببینید. پیج بریک نمیخواد، ولش کنید. من این رو ذخیره میکنم فایل اکسل رو، چون کد ماکرو به کار بردم قطعا میگه دیگه پسوندت نمیشه با XLSX باشه، ولی خب من برام مهم نیست کد ماکروش، چون این صرفا جنبه آموزشی داره. من این رو ببندم دوستان، تمومه. خیلی ممنونم از این که یعنی فکر میکنم تمومه، یعنی دیگه بیشتر از این یه خورده حجم مطالب شاید بیشتر بشه. خیلی ممنونم از این که پرقدرت بودید، تشکر میکنم ازتون. خیلی خوشحالم. نه، کد ماکرو حقیقت برای شما نبود. خب کد ماکرو برای شما نبود، پس اصلا سعی نکنید به ماکرو فکر بکنید. ماکرو برای کسایی بود که کار کرده بودن. انشالله هفته بعد بتونیم باز در کنار هم جمع بشیم. هفته بعد شد سه‌شنبه ساعت 7 تا حالا یه خورده 7 شروع میکنیم. در ارتباط دوستان بحث، من ویدیو رو بذارید پاز بدم که خب دوستان جلسه اول آموزش هم به پایان رسید. تمام تلاشم رو کردم تا بهترین محتوا رو برای این قسمت از آموزش آماده کنم. امیدوارم مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. خواهش می‌کنم انتقادات، پیشنهاداتتون رو برام تو قسمت نظرات بنویسید. قطعاً میتونه خیلی به ادامه راه من کمک بکنه و بتونم محتوای بیشتری رو برای هموطنان عزیزم تولید بکنم. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا جلسه بعد، یا علی.